بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيباتي، أتمنى أن تكون جميعا مستعدات لبدء دروسنا في كتاب النحو التطبيقي. هذا الكتاب درسته على يد مؤلفه الشيخ خالد عبد العزيز في السنة الماضية، يعني في عام 2023، وبعد ذلك منحني الشيخ إجازة لتدريسه ولله الحمد. الشيخ خالد يعد من أبرز علماء النحو في عصرنا، وقد ألف هذا الكتاب بطريقة سهلة وميسرة تجمع بين القواعد والتطبيق العملي، وهذا ما جعله مميزا جدا. خواهران عزیز، امیدوارم که همه شما برای آغاز کردن درس های نحو تطبیقی پورا آماده باشید. من این کتاب رو شخصا سال گذشته 2023 نزد همین مؤلف استاد شیخ خالد عبدالعزیز درس خوانده هم و بعداً از همین مؤلف اجازت برای تعلیم دادن همین کتاب هم گرفتم، الحمدلله. و شیخ خالد عبدالعزیز یکی از بهترین عالمان نحو در زمانه ما حساب می شود. شیخ این کتاب رو با یک طرز آسان و عملگرایانه، یعنی که با یک طریقه تطبیقی تألیف کرده است که قاعده ها رو با تطبیق درس می دهد. أخواتي العزيزات، أريد أن أتحدث معكن بصراحة. اليوم الكثير من الناس يريدون تعلم اللغة العربية، وهذا شيء جميل، ولكن المشكلة الكبرى أن البعض يظن أن تعلمها سهل جدا ويمكن إنجازه في سنة أو سنتين فقط، ولكن هذا فهم خاطئ جدا. اللغة العربية ليست كأي لغة أخرى، هي لغة اختارها الله سبحانه لكتابه العزيز، ولهذا هي لغة عظيمة جدا، ولكنها في الوقت نفسه من أصعب اللغات. بعض الباحثين يعني جعلوها كثاني أصعب لغة في العالم بعد اللغة الصينية. خواهرانم، من میخواهم که به شما یک گپی جدی رو پیش کنم. امروز خیلی زیاد مردم میخواهند که زبان عربی رو بیاموزند و این چیز، یعنی این نیت خیلی یک نیت خوب هست، اما مشکل کلان در این هست که مردم در این زمانه گمان میکنن که آموختن زبان عربی خیلی آسان هست، فقط در 1 سال یا در 2 سال به اتمام رسانیدن ممکن هست. چند کلمه ها را از یاد کردن لازم، چند جمله ها را از یاد میکنید، یک 10-20 درس میگیرید و تمام. اما این گونه نیست، این خیلی یک غلط فهمی کلان هست. زبان عربی به مانند دیگر زبان ها نیست. این زبانی هست که الله سبحانه و تعالی برای قرآنش انتخاب کرده هست. برای همین هست که این زبان خیلی یک زبانی زیبا و یک زبانی ارزشمند و خیلی زبانی بزرگ هست، یعنی قدر دارد. و در عین حال، در عین وقت این یکی از مشکل ترین و دشوارترین زبان ها حسابیده می شود. بعضی محققان می گویند، یعنی کسانی که زبان ها را جستجو می کنند، آنها زبان عربی را در جای دوم گذاشتند از جهت دشوار بودن این زبان بعد از زبان خطایی صینی. تعلم العربية يحتاج إلى صبر كبير أخواتي، وإلى اجتهاد مستمر، فهي لا تعتمد فقط على تعلم الكلمات والمفردات، بل يجب أيضا إتقان النحو والصرف، يعني علم التصريف والبلاغة. وفوق هذا كله تحتاج إلى ممارسة مستمرة، أن تستمعي إليها وأن تتحدثي بها وأن تكتبي بها دائما. آموختن زبان عربی خواهرانم با خیلی زیاد صبر و تحمل نیاز دارد، با زحمت کشی که دائم باشد و روز به روز پای در پای باشد. انسان نمیتواند که با آموختن بعضی لغات، بعضی کلمه ها و مفرد ها زبان عربی را از خود کند، چون که زبان عربی خیلی گراماتیکای مشکل دارد، یعنی و این چونین قاعده های تصریف دارد. پس انسان اول باید 2 فنی خیلی مهم و اساس را از خود کند. یکمش فنی ان-Naҳв می باشد که این را من برای شما ترجمه کردم همچون گراماتیکای عربی، و دوم فنی که از همه مهم هست، این را فنی تصریف گفته می شود یا علم الصرف، که این رابطه دارد مربوط به صیغه های فعل ها می باشد، یعنی چگونگی یا طرزی گفتنی فعل ها، طرزی تصریف کردن فعل ها وابسته به جنس و شخص و عدد و غیره. چگونه فعل ها
یعنی شکلشون تغییر میکند وابسته به کی همان فعل را انجام میدهد. و بعضی علما حتی علم بلاغه رو هم به البلاغه رو هم در این علاوه میکنند، میگویند که برای فهمیش عربی علم البلاغه هم مهم هست. اما بعضی دیگر علما میگویند که همین علم النحو و صرف کفایه میکند. البلاغه برای زبان رو بهتر ساختن و روشن ساختن و یعنی به درجه عالی بردن لازم هست، اما برای زبان را آموختن و تا یک درجه کافی فهمیدن و آموختن علم النحو و صرف کفایه میکند. و بالای این همه، بالای این دو فنی از همه مهم، یعنی من گفتم باید دائما چی کند؟ مشق کند، یعنی که ممارسه کند، باید که عربی رو گوش کند، باید که با عربی سخن گوید، با عربی گپ زند، یعنی که و این چنین باید که با عربی نویسد. من انشالله برای شما در مورد چگونه از خود کردن یا چگونه آموختن زبان عربی من برای شما یک پوره ویدیو انشالله نشر میکنم. اما برای حال شما از همین گپ خبر باشین که برای آموختن زبان عربی خیلی زیاد زحمت کشیدن و کوشش و تحمل ضروری هست. این گونه فکر نکنید که در 1 سال یا در 2 سال شما عربی را از خود خواهید کرد. باید که اول از فن نحو آگاه باشید و این چنین از فن صرف هم و این چنین لغت خود را وسیع کنید و این چنین از مشق‌های گفتگو و از مشق‌های یعنی شنیدن و نوشتن باید گذرید. چندین مشق رو باید تمرین کنید با همدرسانتون و زیر نظارتی استادان و غیره. یعنی این به چندین سال نیاز دارد و شاگرد باید که به چندین سال تمرین کند. فأخواتي تذكرن دائما نحن لا نتعلم اللغة العربية من أجل اللغة نفسها فقط، بل نتعلمها للوصول إلى القرآن الكريم والسنة النبوية لنفهم دين الله عز وجل من مصادره الأساسية. نحن أيضا لا نتعلم لهجة عامية وهي عادة تكون أسهل، بل نتعلم اللغة الفصحى، لغة القرآن ولغة العلم. خواهرانم باید داشته باشید که ما زبان عربی رو برای خود زبان عربی شده نمی آموزیم، بلکه باید نیت ما چنین باشد که ما این زبان رو برای رسیدن به قرآن و برای رسیدن به سنت نبوی، برای ما این زبان رو می آموزیم، یعنی برای فهمیدن قرآن و احادیث مبارکه، تا اینکه ما دین الله سبحانه و تعالی رو از مصدرهای اساسیش فهمیده توانیم. و این چنین در این درس ها و در مدرسه و عموما در تمام مدارس اسلامی یکم خیلی لهجه عربی تعلیم داده نمی شود، چون که لهجه ها خیلی زیاد هست. لهجه حجازی هست، لهجه مغربی هست، لهجه یعنی یمنی هست. پس لهجه های عربی خیلی زیاد می باشد، یعنی که در هر دولت آنها با یک لهجه عامی یعنی که هر روزه سخن میگویند که خیلی از قاعده های گراماتیکی و از ادبی خیلی دور هست، چون که ما هم در زبان تاجیکی همین گونه داریم بعضی کلمه ها، بعضی جمله ها که در روزمره ما خیلی یعنی از قاعده های گراماتیکی دور کردن ما سخن میگوییم. اما در زبان تاجیکی ادبی باید که درست گفته شود، درست تلفظ کرده شود. همین خیلی هم در زبان عربی در دولت‌های عربی مردم خیلی با یک طریقه آسان و تیز و الدرش کرده گپ میزنند، از قاعده‌های گراماتیکی عربی دور و از قاعده‌های صرفی هم خیلی دور. اما در مدرسه انشالله ما زبان عربی رو همان ادبیش رو انشالله میآموزیم، چون که قرآن و احادیث مبارکه و در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها همین گونه عربی رو سخن میگفتن و گپ میزدن، یعنی که عربی فصحی رو گپ میزدن. پس ما هم انشاءالله در همین مدرسه خود و برای تعلیمات خود از عربی الفصحی استفاده میکنیم، یعنی که عربی ادبی، چون که عربی ادبی این نه فقط لغت قرآن هست، بلکه این رو لغت علم هم گفته میشود. هر طالب علمی که از هر دولت باشد، خواه در یعنی حرمین باشد، خواه در دیگر دولت ها باشد، هر یک طالب علم میتواند که با یک طالب علم دیگر با همین عربی فصحی گپ زند. اما اگر طالب علم نباشد و اگر عربی فصحی رو نآموخته باشد، پس یک انسان نمیتواند که از یک دولت عربی لهجه دیگر دولت عربی رو بفهمد. بعضی لهجه ها با هم دیگر مانندی دارند، اما بعضی لهجه های عربی از هم دیگر خیلی فرق میکنند. مثلا لهجه مغربی خیلی با زبان فرانسوزی آمیخته شده است و دیگر لهجه ها با دیگر یعنی زبان ها آمیخته شده اند. اما ما در این مدرسه انشالله از العربیه الفصحی انشالله میآموزیم، یعنی که عربی ادبی که در کتاب ها موجودند و در علم و در مجالس علم موجود هست. و اخواتي اريدكن ان تفهمن امرا مهما
حتى أغلب الناس في العالم العربي يجدون صعوبة في التحدث باللغة العربية الفصحى، بل ويخطئون في الإعراب أيضا، فلا تتعجبن إذا واجهتن بعض الصعوبة، لأن هذا طبيعي وعادي. المهم هو أن نستمر وأن نثابر وأن نجتهد. خواهران عزیز، یک نقطه آخرون همین است که اکثر مردمی دولت‌های عرب هم هنگامی گپ زدن با زبان عربی فصحی یعنی با ادبی دشواری احساس میکنند، مشکلات دارند و حتی احیانا آنها هم در اعراب های یعنی جمله ها و کلمه ها خطا میکنند، با جای ضم فتحه میگویند، با جای فتحه کسره میگویند، گرچند که آنها عربند. شما این گونه خیال نکنید که عرب یعنی که عربی فصحی را درست میداند و با قاعده های گراماتیکی و با قاعده های تصریف درست گپ میزند. حتی این خیلی هم زیادی وقت میشود که یک کسی که عرب نیست اما طالب علم هست، عربی فصحی رو بهتر سخن گفته میتواند، بهتر گپ زده میتواند از یک عربی که طالب علم نباشد یا در مدرسه در مکتبش درست زبان رو نآموخته باشد. عموما عرب هایی که فقط با لهجه عادت کردند آنها آنقدر عربی فصحی رو خوب نمیفهمند، اما طالب علم ها و علما هم وقت عربی فصحی رو و عربی ادبی رو به حد خوب میفهمند. پس وقتی که شما در این راه و در این سفر دچار مشکلات و دوچاری یعنی خیلی سختی ها شدید، شما تعجب نکنید از این سختی ها، چون که من چنانی که گفتم این خیلی یک زبان دشوار هست، حتی عرب ها در زبان خودشون خطا میکنند. پس البته که از شما خیلی زیاد زحمت در این راه در کار هست، شما برای این آماده باشین. مهم همین است که ما دوامناکی داشته باشیم، مداومه داشته باشیم و پای در پای هر وقت این علم رو بیاموزیم و مشق کنیم، تمرین کنیم. و برای تمرین شما من انشاءالله حاضر یک پیشنهاد رو پیش میکنم. عندي تنبيه صغير في بداية كل حصة أخواتي، ستكون هناك فقرة حوار تقدمها طالبتان منكن. مدة الحوار ستكون ما بين 2 إلى 3 دقائق فقط، والموضوع يعني مفتوح عليكن تماما. يمكن أن تتحدثن عن الفواكه أو عن الكتب أو عن يومكن وما فعلتن فيه. المهم أن نتدرب على التحدث بالعربية. واليوم لدينا طالبتان جاهزتان لتقديم الحوار. خواهرانی عزیز، در اول هر درسی النحو تطبیقی انشاءالله ما برای 2-3 دقیقه میتواند 3 دقیقه تا 5 دقیقه هم ادامه کنه، دوام دارد. از بین شما باید که 2-3 نفر شده یعنی با هم دیگر شریک انتخاب کنید، پارتنر انتخاب کنید و برای یعنی هر درس شما باید یعنی شما وظیفه دار هستید، شما باید همچون وظیفه خانگی یعنی همچون واجبات شما باید که یک حوار آماده کنید، یعنی که یک گفتگو، یک مکالمه یا میگویم مثلا دیالوگ. شما باید بین خود 2 کس شده یا اینکه 3 کس شده شما میتوانید که یک دیالوگ آماده کنید و در پیش همه پیش کنید همین دیالوگ خود رو در اول هر درس. با این راه همان شاگردانی که این دیالوگ رو آماده میسازن آنها هم خیلی زیاد یعنی مشق میگیرن و تمرین میشود برای آنها، لغت های نو، کلمه های نو را میآموزند و کسانی که میشنوند آنها هم انشاءالله شوقمندی پیدا میکنند و خیلی کلمه های زیادی را از خود خواهند کرد انشاءالله. و موضوع این دیالوگ ها برای شما یعنی باز هست، یعنی در انتخاب شما هست. شما خواهید میتوانید مثلا درباره میوگی، خواهید درباره مثلا ترکاری، خواهید درباره کتاب ها، درباره علما، درباره مثلا در همون روز چی کار کردید، درباره اطفال، درباره شستشو، مثلا چیزی که خواهید میتوانید درباره همون چیز سخن گویید. مهم همین است که ما تمرین و مشق کنیم. و امروز الحمدلله 2 شاگرد از بین شما آماده هستند. من پیش آنها رو گفته بودم، آنها آماده شدند، از شاگردان قدیم برای شما یک حوار رو پیش میکنند. پس تفضل یا اختای. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أختي الغالية؟ حالي تو چخير است خواهر عزیزم؟ الحمد لله أنا بخير، وكيف حالك أنت؟ الحمد لله من خوب هستم و حال تو چخير هست؟ الحمد لله أنا بخير. أين تذهبين؟ شكري الله من خوبم. و کجا می روی تو؟ أذهب إلى المدرسة. بمدرسة میروم. الوقت مبكر. متى تبدأ الدراسة؟ بر وقت هست.
کی سر می شود درس ها؟ تبدأ في الساعة 7 صباحا. آغاز می شود در ساعت 7 سحر. ما هي المواد التي تدرسين؟ کدام فنها رو می خوانی تو؟ أدرس الفقه والتجويد والعربية وغير ذلك. میخونم فقه و تجوید و عربی و غیر اینها. و ای المواد تدرسین انت؟ و کدام فنها را میخوانی تو؟ أدرس اللغة العربية والتجويد أيضا. من میخوانم لغت عربی و این چنین تجوید را. ما شاء الله، بارك الله في علمك. ما شاء الله، الله در علمت برکت دهد. و فیکی بر تو نیست. أحسنتما ما شاء الله، اللهم زد فزد. أسأل الله أن يزيدكما فهما وقوة في تعلم اللغة العربية. ما شاء الله خواهرانی ما خیلی زیبا حوار پیش کردن. شما هم ان شاء الله هر هفته وقتی که ما درسی ان-Naҳв تطبیقی را گذاشتیم، دو سه کس میتوانند که گفتگو یک مکالمه آماده کنند و در پیش همه تقدیم کنند. خواهرانم، چطوری که شما میبینید این کتاب ان-Naҳv تطبیقی دارای 600 صحیفه هست. خب و این از کتاب و این از PDF همین کتاب. من این کتاب رو اصلا یعنی خودش رو دارم. کتابی من که هست رنگه هست، از این سبب همین کتابی رنگش که هست خیلی مفید هست، من فکر میکنم برای شاگردان. از این سبب من از کتابی خودم همین گونه عکس گرفته ترجمه کرده برای شما هر درس رو پیشکش میکنم. این کتاب که از 600 صحیفه دارد، یعنی من میخواستم که با شما 500 صحیفه رو به اتمام رسانم تا آخری سال 2025. اما خواهران، من اهمیت دادم که اگر من حتی 500 صحیفه هم خواهم با شما کنم در 50 درس، 50 درس هم خیلی زیاد هست، ما 50 هفته اونقدر نداریم. اما اگر در 50 هفته من خواهم که با شما 500 صحیفه رو به اتمام رسانم، باید که در هر درس 10 صحیفه به اتمام رسانیم. اما من اهمیت دادم که موضوعهای این فن خیلی مشکل هستند. اگر من برای شما 10 صحیفه رو درس دهم به من مشکلاتی نیست، اما این هم برای شما مشکل می شود چون که خیلی زیاد قاعده ها رو من برای شما پیش می کنم که شاید این سبب سردرگمی شما شود. و دویم گپ این است که درس ما شاید خیلی دراز شود، شاید 2 ساعت شود. از این سبب من نمیخواهم که درس ها زیادی بد شود و قاعده و قانون ها هم زیادی بد شود. از این سبب خواهرانم من کوشش میکنم که نصف کتاب رو برای شما درس دهم. اگر ما توانیم که یعنی تست رو زودتر رویم با مرور سال، شاید که 400 صحیفه رو من برای شما درس دهم. و شما از این گپ تعجب نکنید، از سببی که این کتاب که هست خودی شیخ خالد عبدالعزیز برای ما تمام این کتاب رو درس نداده بود، یعنی که هر صحیفه رو در پیش ما نخوانده بود. بعضی صحیفه ها رو همین خل گفته بود که در وقت خود خوانید. پس برای درس دادن 600 صحیفه رو درس دادن لازم نیست. برای همین یعنی من برای شما 600 صحیفه رو درس نمیدهم. بعضی صحیفه هایی که همین خل فایده های علاوگی هست من آنها رو برای شما درس نمیدهم. همین خل برای شما اشاره میکنم که در وقت خود خوانید، اما موضوع های اساسی رو من برای شما از همین کتاب پیشکش میکنم. و چنانی که در اینجا میبینید من هر یک صحیفه مهم رو که برای شما درس میدهم این گونه در پهلوش ترجمه میکنم. و یک آگاهی آخران همین است که وقتی که من این صحیفه ها رو ترجمه میکنم، من اونقدر به عربیش توجه نمیدهم که هر کلمه عربیش باید ترجمه شود، چون که مهم هر کلمه عربیش در اینجا نیست، مهم معنا و مقصدی همون جمله هست. پس بعضی جمله ها رو من کمی به زبان تاجیک کمی یعنی روشن‌تر نوشتم. از این سبب شما کسانی که کمی عربی رو خوبتر و بهتر میدانید، شما گمان نکنید که من در اینجا معناش رو نفهمیدم یا من پورا درست ترجمه نکردم. نه، این گونه نیست، بلکه من معنا و مقصدی همون جمله رو پیش میکنم، چون که این برای شاگردان هست. و اگر من مشکل کرده دشوار کرده در اینجا خیلی یعنی با زبانی بلند با زبانی اصطلاحی اگر من در اینجا نویسم، شاگردان نخواهند فهمید. از این سبب است که من کمی سهل کرده آسان کرده ترجمه کردم در پهلوی هر صحیفه. به هر حال درس امروزه ما خواهران عزیز در مورد خیلی یک موضوع آسان خواهد بود. و این سوالی همین درس ما چنین هست که علامت های اسم کدام ها هند و چگونه ما قید کرده میتوانیم که یک کلمه اسم هست. برای شناختن اسم 5 علامت هست. پس دقت کنید. پیش از آن که به اسم داخل شویم، مؤلف در اینجا کمی در مورد تقسیمات کلمه میگوید که کلمه چگونه تقسیم می شود.
اولا میگوید الکلمة ثلاثة اقسام اسم و فعل و حرف. کلمه سه قسم دارد، اسم، فعل و حرف. اولا الاسم، اولا آغاز میکنند از اسم. به هر یکی از اینها البته تعریف اصطلاحی پورا رو پیش میکنند. میگوید که اسم هو کلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. اسم چی رو گفته می شود؟ البته با تاجیکی هم اسم میگوییم، اما اسم کلمه هست که معنای در خود دارد و با زمان وابسته نیست. در اینجا مؤلف میگوید معنی فی نفسها، یک معنای دارد فی نفسها، در خودش. بعضی ها این را همچون بنفسها یعنی شرح میدهند یا میفهمانند، یعنی کلمه هست که بنفسها خودش مستقلانه معنا دارد، اما در اینجا این مؤلف گفته است فی نفسها، پس من هم همین گونه لفظی ترجمه کردم که در خودش معنا دارد، معنایش در خودی نفس خودش ظاهر می شود و با یکم زمان وابسته نیست، یعنی زمانی گذشته، حاضره و آینده وابسته نیست، زمان ندارد. چی مثال ها رو در اینجا پیش می کند؟ محمد، فاطمه، قلم، کتاب. تا اینجا البته همه این کلمه ها روشن و فهم است. شجره یعنی درخت، بیت خانه، کرم و بخل. کرم و بخل که هست اسم های صفت ها می باشند. کرم به صفت سخاوتمند بودن اشاره می کند و بخل به صفت خسیس بودن اشاره می کند. فكل كلمة من الكلمات السابقة اسم لأنها تدل على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. پس هر کلمه از کلمه های سابقه، از کلمه های بالا اسم حساب می شوند، زیرا که آنها به معنای در خود دلالت می کنند. تدل یعنی دلالت میکنند یا اینکه معنا در خود آنها هست و آنها با یکم خیل زمان وابسته نیستند. یک معنای دارد. ما میدانیم که بیتون خانه چی معنا دارد؟ یک مکانی که در آنجا زندگی کرده می شود. فاطمه یعنی کی؟ یک انسان، به یک دختر اشاره هست. قلم یعنی چی؟ یک اسبابی که ما با آن می نویسیم. همین خیل در هر یک کلمه معنا هست. اکنون میگذریم به علامات الاسم، علامت های اسم. للاسم علامات تميزه عن الفعل والحرف. اسم علامت های دارد که آن را از فعل و حرف جدا می کند. اذا وجدت واحدة منها في كلمة او رأيت انها تقبلها فاحكم عليها بانها اسم. مؤلف ما میگوید که وقتی که تو یکی از این علامت ها رو در کلمه پیدا کردی یا اینکه دیدی که یکی از کلمه ها این علامت ها رو قبول می کند، پس آن کلمه رو همچون اسم شمار کن. این گونه یعنی به خودی طالب علم مراجعت کرده سخن میگوید، می نویسد. و این علامت ها کدام هایند؟ الجر و التنوین و النداء و و الاسناد الیه. پس اینها رو ترجمه کردن بیفایده هست، چون که آنها نه فقط آنکه ترجمه درست و واضح و زبان تاجیکی ندارند، بلکه آنها قاعده و کانسپت ها هست. آنها موضوع های هست که آنها رو باید با واسطه مثال ها فهمید، نه اینکه ترجمه. یکمش هست الجر، یعنی که تا اینجا ما فهمیدیم که 5 علامت هست برای اسم ها. یعنی که وقتی یک کلمه رو ما به زبان عربی میبینیم، میتواند که هر کلمه در زبان عربی یا اسم حساب می شود یا فعل، یعنی که به یک حرکت دلالت میکند، یا حرف. خب پس چگونه ما قید کرده توانیم که همین کلمه اسم هست؟ برای این 5 علامت هست، فراموش نکنید. علامت یکم این را گفته می شود الجر، یعنی که گویا در حالت جر بودن، یعنی که مجرور بودن. و شاگردان سابقه البته که شما شاید به یاد داشته باشید که کلمه در 2 حالت عموما در حالت جر می باشد، وقتی که پس از حرف های جر بیاید یا اینکه وقتی که مضاف الیه باشد. پس اولا بخوانیم که الجر کدام حالت را یا کدام علامت را گفته می شود. مؤلف میگوید هو عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل او ما ناب عنها. یعنی که جر آن حرکتی کسره می باشد که با تأثیر عامل یعنی سبب کننده یا جایگزین آن، یعنی که نائب آن در آخر کلمه پیدا می شود. در اینجا جایگزین آن به معنای آن چیزی که وظیفه عامل را اجرا می کند وقتی که خود عامل حضور نداشته باشد می باشد. و انشالله من این را واضح‌تر می‌سازم با استفاده از این مثالی که مؤلف در اینجا آورده است. پس توجه کنید، در اینجا مؤلف مثال اول رو پیش می‌کند، میگوید که به مانند سلمت علی محمدین، من به محمد سلام دادم، سلام گفتم. پس میگوید در اینجا محمد رنگ کرده است همین کلمه رو، میگوید محمد اسم مجرور بعلی.
در اینجا محمد اسم مجرور هست از سبب علا، یعنی که میگوید که در این جمله محمد اسم هست و چگونه ما این رو قید کردیم؟ از سببی که این کلمه پس از حرفی جر می آید و تمام حرف های جر رو من برای شما حاضر انشاءالله اشاره میکنم. خود مؤلف در آخر همین بخش آورده است. این صحیفه آخران رو نظر کنید. در اینجا ببینید حرف های جر مانند من، الی، عن، علی، فی، رب، از اینهایی که مؤلف پیش کرده زیادتر هم هست. بعضی دیگر مؤلف ها زیادتر رو پیش میکنند، اما عموما حرف های جر همین ها می باشند و هر کلمه که پس از حرف جر بیاید عموما حرف جر به او تأثیر میکند، یعنی که حرف جر او را در حالت جر می آورد، یعنی که به او کسره یا کسرتین یا اینکه اگر تثنیه باشد مثنی باشد عینی میدهد، یعنی که یا نونی که ما قبلش فتحه باشد و اگر جمع باشد در آخر کلمه اینا می آورد یا اضافه میکند، علاوه میکند، یعنی که یا نونی که ما قبلش کسره باشد. اما انشالله در مورد حالت جری یا حالت الجر من انشالله در آینده برای شما بیشتر میفهمونم وقتی که مؤلف خودش فهموند. اما مقصدی همین نقطه اول همین است که هر کلمه‌ای که پس از همین حرف ها بیاید او را ما مجرور مینامیم و او اسم حساب می شود و این شد یعنی از سبب عامل. در اینجا حرف جر عامل حساب می شود، تأثیر گذار. و چی تأثیر گذاشته است؟ یا سبب کننده. چی سبب دارد؟ یعنی چی تأثیر گذاشت بر کلمه بعدی؟ این که کلمه بعدی رو کسره داد یا کسرتین داد اگر الف لام نداشته باشد، یا اگر مثنی و جمع باشد چنانکه که من گفتم دیگر شکلی حالت جری را به او اضافه میکند. و در مثال بعدی نظر کنید، یا مانندی کتاب زید مفیدون، کتاب زید مفید هست. زیدون مضاف الیه مجرور، میگوید که در اینجا زید اسم هست از سببی که مضاف الیه مجرور هست، سببی که در حالت جر هست. از چی سبب در حالت جر هست؟ از سببی که مضاف الیه هست. پس در اینجا وقتی که مؤلف میگوید که او ما ناب عنها، یا آن چیزی که به جای عامل باشد، آن چیزی که نائب عامل باشد، آن چیزی که جایگزین آن باشد. در اینجا گویا که یعنی در اینجا حرف جر نیست پیش از زید، اما از سببی که زید مضاف الیه هست در جای گویا که این از سببی یک جایگزینی عامل در حالت جری شده است. امیدوارم که این را خوب فهمیدید. اگر نفهمیدید باکی نیست، همین قدر بفهمید که وقتی که یک اسم را دیدید که در حالت جر باشد، یعنی که کسره داشته باشد، اگر الف لام داشته باشد یا کسرتین داشته باشد، اگر به الف لام باشد، پس این یک علامتی اسم هست. البته با یعنی درس خواندن یک درس شما تمام این یک درس رو نخواهید فهمید، از سببی که هر درس به دیگر درسی بعدی تعلق دارد، وابسته هست. پس وقتی که شما انشالله 10 درس 20 درس رو که گذشتید، آهسته آهسته هر درسی نو درس قبلی رو روشن‌تر می‌سازد. هیچ وقت یعنی بعضی ها میگویند که نحو رو باید از این بخش سر کرد، بعضی ها میگویند که از مثلا قسم های کلمه سر کرد، بعضی ها میگویند از مبتدا خبر، بعضی ها میگویند که نه از معرب و مبنی، بعضی ها دیگر رو از میگویند از علامت ها. اصلا در اینجا یک جوابی درست نیست، چون که گراماتیک که می باشد، همین علم النحو که می باشد، هر یک قاعده به دیگر قاعده وابسته است. پس شاگرد باید در اول صبر کند تا اینکه یک چند درس رو آموزد. وقتی که چند درس که شد، بعد هر درسی نو درسی گذشته رو واضح‌تر می سازد. پس این شد علامت یکمی اسم ها. میگذاریم به علامت دوم، التنوین. این تنوین که هست برای شما آشناتر هست، فهمتر هست، اما یعنی عموما وقتی که من تنوین میگویم همگی این گونه میفهمد تنوین را که فتحتان، کسرتان، ضمتان، دو فتحه، دو کسره، دو ضمه. اما در اینجا مؤلف کمی یعنی با یک تعریف اصطلاحی تعریف داده است. چی میگوید؟ هو نون ساکنه تتبع آخر الاسم لفظا و تفارقه خطا للاستغناء عنها بتکرار شکلته عند الضبط بالقلم. میگوید که تنوین اصلا چیست؟ نون ساکن است که در آخر اسم به طور لفظی علاوه می شود، یعنی که در گفتار، در نطق علاوه می شود. ما می شنویم، ما تلفظ می کنیم، اما در نوشت پیدا نمی گردد تا که تکرار نوشتن شکل آن با قلم هر دفعه لازم نگردد. یعنی که در نوشتن نونی ساکنه در آخر همین اسم ها علاوه نمی شود، از سببی که اکثر اسم های زبان عربی در آخرش نونی ساکنه دارد. پس ما بجای که این نونی ساکنه رو تکرار به تکرار نویسیم،
اضافه کنیم در آخر هر کلمه، ما این را حذف میکنیم، نمینویسیم و به جایی که و به عوض همین نون ساکنه ما یک علامتی رو میگذاریم که به همین اشاره میکند و این علامت رو تنوین گفته میشود. و در اینجا یک تنبیه دارد که انشاءالله به این هم میآیم. این خیلی جالب هم هست و خیلی مهم هم هست که وقتی که ما تنوین میگوییم ما اصلا دویم حرکت رو در نظر داریم. و بعدا مؤلف میگوید كل كلمة تقبل التنوين اسم نحو کتاب و مسلمات و صح و حینئذ. هر کلمه که تنوین رو قبول میکند اسم شماریده میشود. به مانند کتاب یعنی که کتاب، مسلمات زنهای مسلمان، صح اگر در اینجا ببینید آرام باش، معنای آرام باش رو دارد. شاید شما گمان کنید که این فعل هست چون که من آرام باش در اینجا ترجمه کردم، اما در اصل این چون که تنوین دارد ما این رو فعل نمیگوییم، فعل امر نمیگوییم، این اصلا اسم الفعل هست، یک اسمی که به فعل اشاره میکند یا معنای فعل رو دارد. در این بخش هم انشاءالله در آینده در درس‌های آینده میرسیم. حینئذ معنایش آنگاه هست و این هم اسم هست از سببی که تنوین دارد. خب اکنون در اینجا یعنی حالت‌های تنوین رو مؤلف به ما روشن می‌سازد. میگوید که التنوین یکون بالضم و بالفتح و بالکسر. یعنی که برای ضم در اینجا مثال داده است و جاء رجلون و مرد آمد. در اینجا رجلون هست، اتقتلون رجلا، آیا شما مردی رو میکشید؟ در اینجا رجلان هست با فتحتان. اوحینا الی رجل و اوحینا الی رجل و ما به مرد وحی فرستادیم. در اینجا رجلین هست با کسرتین، پس با ضمتان فتحتان کسرتان، یعنی فرق میکند کلمه رجل در هر سه آیت ها. پس مؤلف این مثال ها رو فقط برای همین آورده است در اینجا که به ما اشاره کند که تنوین میتواند که ضمتان باشد، فتحتان، کسرتان، سه شکل دارد. مقصدش همین است در اینجا. خوب، و البته در اینجا برای چی یعنی شکل تنوینی این کلمه دیگر هست در همه این آیت ها؟ برای این سبب ها هست که شما در آینده یاد خواهید گرفت. اما برای کسانی که آگاه هستند در اینجا البته چیست؟ در اینجا فاعل هست، در اینجا فعل فاعل هست. اتقتلون رجلا در اینجا مفعول هست ما تحت جمله انشائیه چون که در اینجا استفهام هست. اوحینا الی رجل، شاید حتی شاگردان نوآموز هم در اینجا اهمیت بدهند و بفهمند که این کلمه از چی سبب کسرتین دارد، از سببی که پس از حرف جر آمده است. اما مقصد این قسمت همین قدر هست که تنوین عباره از ضمتان فتحتان کسرتان هست. اکنون این تنبیه رو نظر کنید. قسمت اولی این تنبیه و گپ اساسی این تنبیه خیلی آسان هست، اما این قسمت بعدی شاید کمی سخت فهم باشد اگر این قسمت رو نفهمیدید باکی نیست. میگوید التنوین هو الشكلة الثانية من الضمتين او الفتحتين او الكسرتين، اما الشكلة الاولى فهي حركة اعراب او بناء او غیر ذلك. میگوید که تنوین در اصل شکل دوم هست از دو تا حرکت، از دو ضمه، دو فتحه و دو کسره. یعنی که اگر اینجا رو من نزدیک کنم و با شما نشان دهم، در اینجا خودش مؤلف رنگ کرده است که به ما اشاره کند. اهمیت بدهید. میگوید که شکل دومی دو حرکت، یعنی که اینجا سرخ که میبینید در محمد اگر نظر کنید در اینجا دوم ضمه سرخ، کمی سرخ هست، روزوی هست، یعنی به رنگ شده هست تا اینکه مؤلف اشاره کند که این شکل دومی تنوین یعنی به تنوین اشاره میکند، به نون ساکنه اشاره میکند. در این کلمه هم شکل دوم یعنی حرکت دومی همین تنوین که میگوییم اصلا همین هست، تنوین همین هست که به نون ساکنه اشاره میکند. در این کلمه آخر هم این حرکت دوم کسره دوم با تنوین یا اینکه به نون ساکنه اشاره میکند. اما بعد در اینجا سوال می شود که پس حرکت یکم از هر دوی این سه جمله ها به چی اشاره میکند؟ پس در اینجا جواب میگوید که اما شکل الاولى یعنی که اما شکل یکمی این دو حرکت این یا اینکه به اعراب اشاره میکند یا اینکه به بنا اشاره میکند یا اینکه به یگام چیزی دیگر یعنی و غیره اشاره میکند. پس من این رو انشاءالله مختصر کرده میفهمونم. کسانی که این سه بخش رو فهمند خوب، کسانی که نفهمند باکی ندارد چون که هدف اصلی این تنبیه اینها نیستند. خوب، اعراب یعنی که هدف مؤلف این است که وقتی که ما محمدون میگوییم ضمه دوم به نون ساکنه اشاره میکند، اما ضمه اول به اعراب همین کلمه و حالت همین کلمه در جمله اشاره میکند. مثلا وقتی که میگوییم حضر محمدون، محمد حاضر شد، این حضره که هست فعل هست و پس از فعل فاعلی همین فعل یعنی که
عمل کننده یا اجرا کننده همین حرکت، همین فعل محمد هست. پس هر کلمه که فاعل باشد یا اینکه عمل کننده باشد باید که در حالت رفع باشد، یعنی که اگر الف لام نداشته باشد و نامی همین گونه نامی یعنی منصرفی مذکر باشد باید که در آخرش باید ضمتان باشد. پس مؤلف به ما میگوید که این اصلا ضمه یکم هست که به اعرابش اشاره میکند. در این مثال دوم کلمه ایهن که هست، من به شما گفتم که ایهن اسم فعل هست و اصلا این مبنی هست، یعنی که اعرابی یعنی آخران حرکت همین کلمه تغییر نمی کند، نوابسته به این که در جمله در کدام جای جمله هست. چون که بعضی وقت اگر یک کلمه در اول جمله آید یا اینکه فاعل باشد یا مفعول باشد یا مبتدا خبر باشد و دیگر باید که اعرابش حرکتش دیگر شود. اما این کلمه مبنی هست، این کلمه فرق نمی کند که در کجای جمله می آید، در هر حالتی که باشد، در هر جای جمله که آید، در هر گونه جمله که آید همه وقت باید ایهن گفته شود، یعنی که این تغییر نمی کند، ایهن ایهن نمی شود. پس در اینجا مؤلف می گوید که حرکت یکمش به مستحکم بودن و استوار بودن این حرکت اشاره می کند که این حرکت هیچ وقت جای خود را دیگر نمی کند، این حرکت هیچ وقت عوض نمی شود، دیگر نمی شود، تبدیل نمی شود به ضمه یا فتحه، همه وقت کسره می ماند و این کسره دوم به نون ساکنه اشاره می کند، به تنوین. و در آخران قادن که هست یک سبب دیگر دارد، برای همین غیر ذلک نوشته است. قادن وقتی که حضر قادن میگوییم، اصلا قادن که هست این را ما اسم المنقوص میگوییم، یعنی که اسمی که در آخرش یا ساکن باشد. پس وقتی که این گونه اسم ها فاعل شوند یا ساکن حذف می شود و به جای یا ساکن یا به آن که به یا ساکن ما اشاره کنیم کسره میگذاریم در حرکتی که در همان حرفی که ما قبل از یا ساکنه بود، یعنی که این اصلا قاضی بود. وقتی که ما میگوییم، یعنی که وقتی که ما به الف لام این رو میاریم، به جای که حضر قاضی با یا بگوییم یا رو حذف میکنیم و به جای یا بر همین ضاد کسره میدهیم و همین ضاد که هست کسره همین ضاد به اعرابش اشاره میکند و این دویم حرکت قاضی که هست به نونی البته تنوین اشاره میکند. یعنی که این یک سبب دیگر هست. مهم این نیست که این سبب ها چی معنا دارند، بنا غیر ذلك و اعراب چی معنا دارد. مهم در این قسمت همین قدر هست که شما بفهمید که وقتی که ما میگویم تنوین این اصلا به چی اشاره میکند و در اینجا مؤلف برای ما واضح ساخت که تنوین وقتی که میگوییم این از تنوین این از دو حرکت ها به حرکت دوم اشاره میکند، نه اینکه به حرکت یکم. حرکت یکم میتواند که به دیگر چیزها اشاره کند که برای این سه مثال رو پیش کرده هست. یکی از مثال ها اعراب هست که از همه یعنی مثالی مشهور و معروف و یعنی مهم هست، بعد بنا رو پیش کرد، بعد غیر ذلك گفته تمام دیگر یعنی سبب ها رو در اینجا در بر گرفت یا به آنها اشاره کرد. پس خلاصه این قسمت دوم همین شد خواهرانم که دوم علامتی اسم ها این است تنوین. میگذاریم به صحیفه آخران و در این صحیفه 3 علامت های باقی مانده ذکر می شود، توجه کنید. دیگر در اینجا هست النداء، لا ينادى الا الاسماء، فإن وجدت كلمة مناداة أو تقبل النداء فاحكم عليها بأنها اسم. میگوید که ندا تنها برای اسم ها استفاده می شود، یعنی که تنها اسم ها ندا کرده می شود. وقتی که یک کسی رو میگویم فریاد کن، تنها اسم ها، تنها یعنی نام ها فریاد کرده می شوند، دیگر یکم چیزی دیگر فریاد کرده نمی شود. حرف ها کو فریاد کرده نمی شوند، فعل ها کو فریاد کرده نمی شوند. پس در اینجا یعنی مؤلف خیلی با یک یعنی تعریف اصطلاحی برای ما میفهماند که اگر کلمه منادا یعنی که آن که ندا کرده می شود، صدا داده می شود یا فریاد کرده می شود پیدا کردی، یا کلمه که ندا قبول می کند، پس آن را اسم شمار کن. و در اینجا خیلی زیاد مثال های را پیش می کند، مثلا یا آدمو، یا مریمو، یا صالحو، اینها نام ها هستند. بعد می گوید یا جبالو یعنی که ای کوه ها، یا اردو ای زمین، یا ایها النبی ای پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس هر کلمه‌ای که در اینجا میبینید که پس از یای ندا آمده است،
همه آن کلمه ها چی حساب می شوند؟ آنها اسم حساب می شوند. و برای حرف های ندا تنها یک حرف یا وجود ندارد، بلکه 5 حرف های دیگر هم وجود دارد. من در اینجا برای شما نشان می دهم. در اینجا هست مثلا مؤلف در اینجا واضح ساخته است حرف های ندا. در اینجا اگر نظر کنید حروف الندا میگوید یا، ایا، هیا، ای، همزه و. خب در اینجا من نوشتم یا اینکه ای که میگویم، ایا، هیا، ای، همزه یعنی که ا که میگویم و. پس تمام این 6 حرف های ندا نامیده میشوند. بعضی ها فقط 5 تا پیش میکنند، اما در اینجا مؤلف تمام آنها رو پیش کرده است. پس هر کلمه‌ای که پس از همین حرف ها بیاید و آنها کلمه منادا باشند، یعنی که همون کلمه رو همین گوینده، همین متکلم صدا میزند، فریاد میکند، پس آن کلمه رو ما اسم شمار میکنیم، اسم مینامیم. خب پس این شد ندا. دیگرش هم خیلی آسان هست و برای ندا هم معنا رو دانستن مهم نیست، برای تنوین هم از معنا آگاه بودن مهم نیست. پس شما فکر نکنید که من عربی نمیدانم، من نمیتوانم که قید کنم که این اسم هست یا نه. میتوانید. برای اکثر این علامت ها دانستن عربی مهم نیست، تنها برای اسناد الیه کمی دانستن عربی کمک میکند، اما به او هم انشاءالله خواهید فهمید. علامت 4 این است دخول یا الف لام، داخل شدن الف لام. میگوید اذا دخلت الف لام المعرفه على كلمة حكمنا عليها بأنها اسم نحو الكلمات المقترنة بأل فيما يلي. یعنی میگوید که وقتی که الف لام معین کننده به کلمه داخل شود، آن را همچون اسم میشماریم به مانند کلمه هایی که در همین زیر در پایان با الف لام آمدند. من انشالله اینها رو نزدیک کرده به شما نشان میدهم، اما یک نقطه رو در اینجا واضح میسازم که الف لام عموما وقتی که ما یک کلمه نکره رو، یعنی که نامعین رو در زبان عربی میگیریم و با آن الف لام رو علاوه میکنیم، کلمه از نامعین بودن معین میشود. چطور؟ مثلا کتابون، کتاب، یعنی که ما چی رو در نظر داریم؟ یک کتابی نامعین. میتواند که کدام کتابی که انسان انتخاب کند باشد. اما وقتی که من به همین کتابون الف لام رو در اولش علاوه کنم الکتابو بگویم، یعنی که من هدفم یک کتابی معین هست. فهمیدید؟ پس در اینجا از این سبب است که مؤلف گفته است الف لامی معرفه، یعنی که معین کننده. الف لامی که کلمه رو معرفه میسازد، نه اینکه نکره. نکره یعنی که نامعین و معرفه یعنی که معین. خب در اینجا 2 مثال رو میدهد، یک آیتی قرآن را و یک بیت شعری را. اینها شاید مشکل به نظر آیند، اما در اصل خیلی آسان هستند. در اینجا نظر کنید قوله تعالی، پس آیت می آید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. الله سبحانه و تعالی می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، اصلا در اینجا باید باشد یا ایها الذین آمنو، من در اینجا در اول گذاشتم در ترجمهش، میگوید بر شما قصاص در مورد کشته شدگان فرض گردانیده شد، آزاد برای آزاد، غلام برای غلام و زن برای زن. به مقصد این آیت داخل نمیشویم، اما اهمیت بدهید که در این آیت قرآنی خیلی زیاد کلمه ها الف لام دارند و تمام اینها اسم شماریده میشوند. مثلا ما در اینجا داریم کلمه القصاص و اینچنین القتل. قصاص یعنی قصاص، قتل یعنی کشته شدگان. الحر در اینجا دوبار تکرار میشود، یعنی که کسی که آزاد باشد. عبد کسی که غلام باشد، آزاد نباشد. الانثى دوبار تکرار می شود، یعنی که تمام این کلمه ها اسم می باشند، اسم شماریده می شوند. از چی سبب؟ از سبب دخول الف لام. خب و در مثال بعدی یک بیت شعری، یک شاعری خیلی برجسته رو پیش می کند. المتنبی یعنی معرفی کردن خود میگوید الخیل واللیل والبیداء تعرفنی والسیف والرمح والقرطاس والقلم. اسبان، شب و صحرا مرا معرفی میکنند و شمشیر، نیزه، کاغذ و قلم. پس در اینجا اهمیت بدهید الخیل، اسبان یا اسب، شب، صحرا، همه این کلمه ها اسم هستند. از چی سبب؟ از سبب الف لام. اگر من حتی معنای این شعر رو یا اینکه این بیت شعری رو ندانم، اون وقت هم من میتوانم قید کنم که اینها اسم هستند از سبب داشتن الف لام. سیف
رمح یعنی که شمشیر، نیزه، قرطاس یعنی که دفتر یا که کاغذ، قلم، همه اینها هم اسم شمولیده می شوند. پس امیدوارم که این علامتی چهارم هم برای شما واضح باشد. و علامت آخران همین است، الاسناد الیه. از همه علامت ها شاید که الاسناد الیه کمی برای شما دشوار باشد، سخت فهم باشد، اما انشاءالله شما خواهید فهمید. اگر یکم بار میشنوید هیجان نشوید، بار بار که تکرار شد شما خواهید فهمید. الاسناد الیه خود مؤلف در اینجا برای ما واضح میسازد، یعنی که ای الحدیث عنه، اسناد به آن یعنی که سخن درباره او بودن. میگوید فالحديث لا يكون إلا عن الأسماء فإذا تحدثت عن كلمة فهي اسم نحو قولك. میگوید که سخن تنها درباره اسم ها می شود، یعنی که وقتی که ما درباره کسی یا چیز سخن میگوییم، البته که ما تنها می توانیم که درباره اسم ها سخن گوییم. خودتون تصور کنید هر وقتی که شما درباره یک چیز یا یک کسی گپ میزنید، البته که همان چیز یا چیز می باشد، شیء می باشد، اشیا می باشد یا اینکه انسان می باشد. آیا شما باره درباره یگام فعل، یگام حرکت سخن گفته اید؟ نه، کسی نمیگوید زدت این خل هست، یا اینکه درباره یگام حرف در این خل، در آن، مثلا فی در آن یا در بالای این گونه هست. این که به معنا شد. امیدوارم که هدف من رو فهمیدید، یعنی که هر وقتی که ما درباره چیز معلومات میدهیم یا سخن میگوییم، همون چیز عموما یا شیء می باشد، یعنی که چیز می باشد، یا اینکه کس می باشد. وقتی که چیز میگویم این مکان و اشیا و حیوانات و دیگر رو در بر میگیرد. پس در اینجا مثال میدهد مؤلف میگوید قام زیدون تحدثت عن زید بالقیام فزید اسم. میگوید که زید برخاست، یعنی که زید خیست. میگوید که تو درباره زید سخن گفتی که او خیست، که یعنی درباره قیام، درباره خیستن او. پس در این جمله زید اسم حساب می شود، چون که درباره زید گپ زدی. بله شاید کسی گوید که زید تنوین هم دارد، بله این هم درست است، اما تنها همین قاعده را حالا فهمید، به همین قاعده توجه دهید. پس زید در اینجا اسم شد از سببی که ما درباره زید سخن میگوییم. و بعدا محمد مجتهد تحدثت عن محمد بالاجتهاد فمحمد اسم. ما میگوییم که محمد زحمت کش است. میگوید که تو درباره محمد سخن گفتی که او زحمت کش است، یعنی درباره او معلومات دادی، پس محمد اسم هست. شاید گوید که مجتهدون هم اسم هست، بله، اما هدف مؤلف فهموندنی علامتی الاسناد الیه هست. پس در اینجا محمد، در اینجا زید. گرچند که در جمله یکم، در مثال یکم قام اول می آید، فعل یکم فاعل یعنی که اسم دوم در جمله می آید، و در این مثال بعدی اسم یکم می آید و یعنی خبری یا اینکه صفتی همین خبر هست، اما همچون صفت هم اگر فکر کنید حاضر بعداً می آید. مقصدم همین است که فرق نمی کند که اسم در اول جمله می آید یا اینکه در مابین یا اینکه در آخر. همین که درباره او سخن باشد او مسند الیه حسابیده می شود و از سبب علامت الاسناد الیه اسم حسابیده می شود. و دو مثال دیگر هم برای همین علامت پیش می کند و بعداً درس ما در همینجا به پایان می رسد. می گوید جلست، تو نشستی. وقتی که یک شخص با یک شخص دیگر خطاب کرده که گپ می زند، با یک شنونده که گپ می زند، می گوید که تو نشستی. مؤلف به ما می گوید که تحدثت عن ضمیر المخاطب تا بالجلوس فهذا الضمیر اسم. می گوید که تو درباره ضمیر خطاب شده با تو سخن گفتی، یعنی که به ما مراجعت کرده. میگوید که وقتی که ما گفتیم تو نشستی، ما چی کردیم؟ به همون کسی که تو میگوییم درباره همون شخص ما یک معلومات پیش کردیم، درباره همون شخص ما گپ زدیم، سخن گفتیم. پس همون ضمیر، خب همون جانشین تو یا تا به زبان عربی، همون رو در این جمله ما چی حساب میکنیم؟ اسم. دیدید که چخیل یک حرفی خورد معلوم میشه در این جمله، اما در اصل این حرف نیست، این رو ما اسم میگوییم، این رو ما اسم شمار میکنیم. و دیگر هست حضر من احبه، حاضر شد کسی که من دوستش دارم یا اینکه کسی که من دوستش میدارم حاضر شد. تحدثت عن الاسم الموصول من بالحضور فهو اسم. میگوید که تو، یعنی که به ما مراجعت کرده، میگوید که تو درباره همین من، کسی کی، و من یعنی که کسی کی به تاجیکی کسی کی میشود، من همین را به زبان عربی ما اسم الموصول میگوییم. پس میگوید که تو درباره همین کسی کی یا من سخن گفتی، پس من در همین جا
یعنی من عربی در همین جا چی حساب می شود؟ اسم حساب می شود. چون که وقتی که تو میگویی که کسی که من دوستش میدارم حاضر شد، تو درباره کی حاضر سخن گفتی؟ تو درباره کسی کی، هر کسی که باشد تو گفتی کسی کی. پس در اینجا من همین اسم موصول اسم حسابیده می شود. امیدوارم که شما از تمام 5 علامت های اسم ها با خبر شدید خواهرانم. من میدانم که شاید که آخرانش کمی دشوارتر بود، اما باکی ندارد. خلاصه همین درس یکم همین است که برای شناختن اسم ها 5 علامت هست. یکمش چی بود؟ یکمش در حالت جر بودن یا اینکه عموما میگویم مجرور بودن. دویمش تنوین داشتن که به فهمیش معنا هم ما قید کرده میتوانیم. سومش منادا بودن، یعنی که پس از حرف ندا اومدن. چهارمش وقتی که الف لام داشته باشد و پنجمش وقتی که در جمله سخن درباره او باشد. خب اکنون ما میگذاریم به مشق ها. اکنون خواهرانم من در اینجا برای شما دو صحیفه تمرین آماده ساختم. تمرین ها رو انشالله با هم در خود صنف انشالله ما میگذاریم، اما پس از تمرین ها من برای شما الواجب هم آماده ساختم، یعنی که وظیفه خانگی، واجبات خانگی که شما باید تا هفته آینده نزد خود اجرا کنید، حل کنید. و هفته آینده من نام یک چند کس رو گرفته از آنها میخواهم که واجبات خود رو پیش کنند. من نمیگویم که کی رو انتخاب میکنم، برای همین همگی باید آماده باشد. اگر من شما رو انتخاب کردم و درس شما حل کردن نشده باشد، از شما میپرسم که سببش چیست؟ چی سبب شد که واجبات یک هفته پس به تکمیل رسانیده نشده است؟ و من به شما باوری دارم که در وقتش به تأخیر واجبات به انتها رسانیده می شود. پس انشالله آغاز میکنیم از صحیفه یکم. التمرین ای الکلمات التالیه اسم، یعنی که از کلمه های زیرین کدام کلمه اسم حساب می شود. پس در اینجا هست کتبت. من در این درس خودم انشاءالله این تمرین رو میگذرانم. از درس آینده شما اشتراک خواهید کرد. کتبت، تو یک مرد نوشتی. خب معنا رو دانستن لازمی نیست. اگر در اینجا نظر کنید آیا این الف لام دارد؟ نه. آیا این تنوین دارد؟ نه. آیا پیش از این کلمه حرف جر هست؟ نه. آیا حرف ندا هست؟ نه. آیا درباره این سخن می رود؟ اگر معنای این چیز رو نمیدانیم، پس جستجو میکنیم که معنای این کلمه چیست و این کلمه چی معنا دارد. تو یک مرد نوشتی در زمان گذشته. پس این الاسناد الی هم نشد، مسند الی هم نشد. پس این فعل هست، اسم نیست. الطالبه، الکی میبینیم که در اینجا الف لام هست. پس از سبب همین علامت ما این رو میگوییم که اینش اسم حساب میشود. الی این حرف هست، یگام سببی از 5 سبب های اسم رو ندارد، پس الی هم اسم نشد. اکنون نظر کنید به سوالی بعدی. ای الکلمات تدل علی التنوین، کدام یکی از این کلمه ها به تنوین دلالت میکند؟ یکم رو میبینیم کراستن، الکی در اینجا تنوین هست، فتحتن. پس این هست کلمه‌ای که به تنوین دلالت میکند. جواب دوم رو اگر نظر کنید یا طالبتو، این هم اسم هست، این رو مینویسم اسمون، اما این تنوین ندارد و سوال درباره تنوین هست. از این سبب این بله اسم هست اما تنوین ندارد و فی هم تنوین ندارد. خب پس میگذاریم به سوالی سوم. ما الکلمه التي تحتوی علی ال، از این کلمه ها کدامش ال دارد؟ لام تعریف دارد. کتاب، آیا این ال دارد؟ نه، این ال ندارد. المدرسه، آیا این ال دارد؟ بله این ال دارد. اما آیا یکم کلمه دیگر در اینجا اسم هست؟ بله اینش اسم هست. از چی سبب؟ از سببی که تنوین دارد، از سبب تنوینش. اما این الف لام ندارد. از این سبب این جوابی درست نیست برای این سوال. معنای ذهب او یک مرد رفت در زمانی گذشته می باشد. سوال چهارم. ای الکلمات تدل علی اسم بناء علی الاسناد الی، یعنی که کدام یکی از این کلمه ها اسم می باشد وابسته به علامتی اسناد الی، یعنی که الحدیث عن، یعنی که درباره کدام یکی از این کلمه ها ما میتوانیم که یک سخنی رو بگوییم. پس به معنای این کلمه ها نظر میکنیم. آیا درباره معلمه ما یکم سخن گفته میتوانیم؟ بله میتوانیم بگوییم المعلمه جدیدتون، معلمه جدید هست، نو هست. المعلمه غائبتون و غیره. آیا ما میتوانیم که درباره یفتحو
سخن بگویم یفتحو چیست؟ یفتحو معنایش او یک مرد باز میکند یا در زمان حاضر یا در آینده هست. پس این الاسناد ما تحت الاسناد الی داخل نمی شود. پس این جوابی نادرست هست. و علا هم از همین حرف های خرد هم ما قید کرده می توانیم که این حرف هست، معنایش همین است که در بالای. خب پس جوابی درست یکمش می باشد. اکنون نظر کنید سوالی پنجم. ما الکلمة التي يمكن ان تأتي بعد حرف ندا؟ کدام کلمه ممکن است که پس از حرف ندا بیاید؟ یعنی که وقتی که ما فریاد میکنیم یا میگویم، یعنی که ای میگویم، ما کدام یکی از این کلمه ها معنادار هست؟ یا خالد، ای خالد معنا دارد؟ بله، پس این جوابی درست هست. و یا نصارا، نصارا چی معنا دارد؟ نصارا اصلا فعل هست، یعنی که او یک مرد کمک کرد در زمان گذشته. پس آیا ما یک عمل را، یک فعل را، آیا ما صدا زده میتوانیم، فریاد کرده میتوانیم؟ نه، این که به معنا شد ای کمک کرد، پس این جوابی نادرست هست. و این چونین یا ایلا هم حرف هست، یعنی که ایلا تا حده، تا مثلا از اینجا تا آنجا. پس ایلا حرف هست، ما هیچ وقت حرف رو صدا نمیزنیم، نمیگویم ای تا. پس این هم جوابی نادرست هست. ششم، ای الکلمات التالیه لا يمكن ان تكون اسما؟ کدام یکی از این کلمه ها نمیتواند که اسم باشد؟ خب درسون، یعنی که درس، در اینجا علاقه ما تنوین رو میبینیم، پس این اسم هست. کتب، او یک مرد نوشت، این اسم نیست از سببی که به عمل دلالت میکنند و این چونین یگام تا از علامت های اسم رو ندارد، پس این نیست. طالبین، ما دیدیم تنوین دارد، پس این هم چی حساب می شود؟ اسم حساب می شود. میگذاریم به صحیفه بعدی. باستخدام العلامات الخمسة التي درستها حددي إذا كانت الكلمات التالية أسماء. یعنی که با استفاده کردن از علامت های پنجگانه، از 5 علامتی که تو درس خوندی، یعنی قید کن اگر این کلمه های زیرین اسم ها هستند یا نه. من انشاءالله برای شما فهمیش ترجمه این جمله ها لازم نیست برای فهمیدنی یا برای اشاره کردن به اسم ها، اما باز هم من تا یک درجه برای شما اشاره میکنم که ترجمه این جمله ها چی می باشد. جمله یکم هست جاءت البنت. خب در اینجا اجتماع ساکنین هست، پس از این سبب جاءت میگویم. جاءت البنت. الکی من میبینم که البنت در اینجا چی دارد؟ الکی من میبینم که در اینجا البنت الف لام دارد، پس من میبینم که در اینجا البنت اسم هست. جاءت یکم علامت ندارد، پس جاءت اسم نیست. مررت بمکتبت، الکی من میبینم که در اینجا تنوین هست، پس مکتبه اسمی ما در اینجا هست، یعنی که من گذشتم از پیشی مکتبه، یعنی کتابخانه. پس این شد علامتی الف لام، الف لامی تعریف، این شد علامتی تنوین. و دیگر یا فاطمه تو اجیبی، ای فاطمه جواب بده. در اینجا چون که فاطمه پس از حرف ندا می آید، این را ما میگوییم اسم. فاطمه هست اسم از سببی الندا، پس در اینجا من می نویسم یا، یعنی که اشاره میکنند به الندا. رأیت کتابا جمیلا، من دیدم کتابی زیبا رو. پس در اینجا میبینیم که دو کلمه دارای تنوین هستند، باز هم تنوین در اینجا اشاره میکنم، از این سبب هر دو اینها اسم حسابیده میشوند. العلم مفید، علم مفید هست، در اینجا الف لام هست، پس این اسمی ما هست. در اینجا تنوین هست، این هم اسم هست، پس در اینجا دو سبب شد و هر دوی کلمه ها اسم شدند، یکمش از سبب الف لام و دویمش از سبب تنوین که من این خیل اشاره میکنم. خب و اکنون سوالی ششم، سلمت علی المعلمتی، من سلام گفتم بر معلمه. در اینجا میبینیم که معلمه دارای الف لام هست و این چونین دارای یعنی حالت جری هست، چون که بعد از علمی آید. پس از این سبب المعلمه چی می شود؟ اسم حساب می شود از سببی الف لام و این چونین از سببی الجر. هفتم، یا مریم این کتابکی، ای مریم کتاب تو کجاست؟ در اینجا مریم از سببی که پس از حرف ندا می آید در اینجا اسم حسابیده می شود. من در اینجا می نویسم یا. کتابو که هر دو اینها هم اسم حسابیده می شوند از سببی که کاف در حالتی مضاف الیه هست، یعنی که کتاب مضاف هست، اون چیزی که نسبت داده می شود، و کی تو یک زن همان کس هست، همون شخصی هست که به او کتاب نسبت داده می شود. پس کی از سببی که در حالت جری هست
گرچندی که معلوم نمیشود، یعنی که البته ضمائر مبنی می باشند و اعراب های آنها تغییر نمی‌یابد، اما در اینجا که در حالت جر هست، پس از این سبب این اسم هست و این چونین کتاب که هست اصلا چی بود؟ کتابون بود و فقط از سبب اضافت، از سبب مضاف شدن، یعنی نون تنوینش افتید. اما باز هم کتاب چی هست؟ کتاب از سبب تنوینی که داشت، خب از آن سبب اسم حسابیده می شود. هشتم هذا بیت کبیر، در اینجا هم تنوین هست، خب و اینها هر دویشون اسم حسابیده می شوند و هذا که هست این هم اسم هست از سبب الاسناد الیه. برای که وقتی که ما میگوییم این است خانه کلان یا این خانه کلان است، ما وقتی که این میگوییم اشاره میکنیم به یک چیزی مجازن هم اگر باشد، همان چیز ما درباره همان چیز یک معلومات میدیم، ما درباره همان چیز سخن میگوییم. پس وقتی که درباره یک چیزی سخن گفته میشود، او را گفته میشود مسند الیه و در اینجا هذا مسند الیه هست و بیت کبیر البته موصوف صفه شده خبر هست. پس از سببی که ما درباره این سخن میگوییم، این هذا هم اسم حساب می شود و در زبان عربی چنانی که شاید بعضی ها بدانند هذا را اصلا نامی هذا اسم الاشاره هست، یعنی اسم اشاره کردن. اکنون نهم هست وصلت الى المدرسه، من رسیدم به مدرسه. در اینجا الف لام هست و این چنین حالت الجر هست چون که بعد از حرف جر می آید. این هم اسم ما هست از دو سبب. و سؤال آخران الجمله واضحه، جمله واضح هست. در اینجا میبینیم که در کلمه یکم الف لام هست، پس این اسم هست و واضحه تنوین دارد، پس هر دو این کلمه ها اسم هستند. پس امیدوارم که به همه شما واضح شد که کدام کلمه ها اسم حسابیده میشوند و از چی سبب ها. خب امیدوارم که درس را خوب از خود کرده باشید، برای شما درس واضح باشد. انشاءالله تا هفته آینده این وظیفه را، این واجبات را حل کنید. ایو الکلمات التالیه لا یمکن ان تکون اسما، کدام یکی از این کلمه ها نمیتواند که اسم باشد و از چی سبب. انشاءالله این وظیفه را در کتاب های خود، یعنی در دفترهای خود حل کنید. من از یک دو سه نفر یعنی ناگهان از آنها میپرسم و آنها باید که یک دو سه کلمه رو حل کنند، جواب بدهند و بعد از دیگر کس میپرسم و دیگر کس. در همین جا درس ما به پایان میرسد. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.